جمله شماره 1. چطوری به انگلیسی بگیم چرا ناراحتی؟ میگیم Why the long face? Why the long face؟ اینا اصطلاحاتی هستند که بچه ما نباید کلمه به کلمه معنی کنیم. اینا با هم معنی میدن. شماره 2. خیلی پررویی. چی میشه؟ You are so cheeky. You are so cheeky. cheeky یعنی پررو. You are so cheeky یعنی خیلی پررویی. 3. فیلم بازی نکن. Drop the act. Drop the act. اخماتو واکن. Keep your chin up. Keep your chin up. دودلم یا شک دارم. I'm torn. I'm torn. I'm مخفف I am هستش. I'm torn. عمرن یا ابدن. No way. No way. No way یعنی هیچ راهی نداره. میشه همون عمرن. با کمال میل. By all means. By all means. من آمادم. I'm all set. I am all set. من کاملا آمادم. بچه جملات رو حتما با من تکرار کنید. اگر نیاز داشتید ویدیو رو نگه دارید، جملات رو تکرار کنید، یا اگرم دوست داشتید میتونید یادداشتشون کنید. دست از سرم بردار. Get off me. Get off me. من باید برم. یا من رفتم. چی میشه؟ I'm off. I'm off. وقتی که عجله داریم و میخوایم بریم از این عبارت میتونیم استفاده کنیم. برو پی کارت. Off with you. Off with you. وقت رو هدر نده. چی میشه؟ Don't waste the time. Don't waste the time. Waste یعنی هدر دادن. Don't waste یعنی هدر نده the time. وقت رو. خب قبل از اینکه بریم سراغ جمله بعدی ازتون میخوام اگه تا اینجای ویدیو رو دوست داشتید لطفاً با لایک کردنش از من حمایت کنید. میخوای بخوا نمیخوای نخوا. چی میشه؟ Take it or leave it. Take it or leave it. قصد فضولی ندارم. I don't mean to pry. I don't mean to pry. Pry یعنی فضولی کردن. I don't mean. I don't مخفف I do not. I don't mean یعنی قصد ندارم. To pry که فضولی کنم. قصد فضولی ندارم. به شما ارتباطی نداره یا به شما مربوط نیست. None of your business. None of your business. سرت تو کار خودت باشه. Mind your business. Mind your business. اینقدر فضول نباش. Don't be so nosy. Nosy یعنی فضول. Don't be یعنی نباش. Don't be so nosy. دخالت نکن. Don't interfere. Interfere یعنی دخالت کردن. وقتی میگیم do not interfere, don't interfere یعنی دخالت نکن، منفیش میکنیم. دلم برات میسوزه. I pity you. I pity you. من فکر نمی کنم. برای وقتی که میخوایم بگیم من نظرم با شما یکی نیست یا میخوایم بگیم من مثل شما فکر نمی کنم. I don't think so. I don't think so. ساکت باش. Keep quiet. Keep quiet. به جای quiet از calm هم میتونیم استفاده کنیم. Keep calm یا keep quiet. هر دوشون یکی هست. حتما داری شوخی میکنی. You must be joking. You must be joking. شوخی کردن میشه joking. You must be یه حتما تو هستی در حال شوخی کردن. یعنی حتما داری با من شوخی میکنی. چیز خاصی نیست. Nothing special. Nothing special. Special یعنی خاص. Nothing یعنی هیچی. هیچ چیز خاصی نیست. بیرون منتظر باشید.
wait outside wait outside wait یعنی منتظر موندن outside یعنی بیرون. فقط به تلفظ wait دقت کنید که وقتی میخوایم wait رو بگیم لبامون حالت قنچه میشه و و نمیگیم، حالت و wait outside. نظر شما چیه برای وقتی که میخوایم نظر این طرف مقابلمون رو بپرسیم؟ What do you think? What do you think؟ یعنی شما چی فکر میکنید؟ نظر شما چیه؟ چی میخوای؟ What do you want? What do you want? Want یعنی خواستن. What که اول جملمون هست یعنی چه چیزی؟ چی؟ What do you want؟ یعنی چی میخوای؟ باورم نمیشه. I can't believe this. I can't مخفف I cannot believe this. Believe یعنی باور کردن. This یعنی این. به جای this از it هم میتونیم استفاده کنیم. I can't believe this. اینو من نمیتونم باور کنم. باورم نمیشه. برای تأخیرم عذرخواهی میکنم. زمانی که یه جای دیر برسیم میتونیم از این جمله استفاده کنیم. I apologize for being late. I apologize for being late. به تلفظ apologize دقت کنید. Apologize مترادف excuse me هستش، با این تفاوت که رسمیه و برای زمانی استفاده میشه که ما میخوایم با مقام بالادستی خودمون مثلا رئیس خودمون صحبت کنیم. شکل رسمی excuse me هستش. I apologize for being late. Being late یعنی تأخیر داشتن. اوضاع چطوره؟ How are things going? How are things going? How is it going هم میتونیم بگیم. فهمیدم یا گرفتم. I got it. I got it. فوق‌العاده است. وقتی بخوایم بگیم چیزی فوق‌العاده است یا محشره میگیم That's fantastic. That's fantastic. That's مخفف that is. Fantastic یعنی فوق‌العاده محشر.